عقیده خوب فکرتان باشه، عقیده اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل با اعضای بدن است. و یک چیز دیگر هم از یاد میکنم، شاید بسیار علمای عقیده کتم قناعت بکنن و یکی چیز دیگر شاید قناعت نکنن دلشان. شرط چهارم در عقیده من میگم که ایده چیز آخر ادب با مقدسات. باید با الله، با نامهای الله با ادب برخورد کنی. با پیغمبر با چی معامله کنی؟ با ادب. از همین خاطر وقتی ما میگیم جبریل، نمیگیم جبریل، میگیم جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی صحابه حتی نام نبی اکرم صلی الله علیه و نمیگرفتن. بسیار کساس به ادبی در زبان شهادت داره، ولی محمد تو گفت محمد استغفر الله، حتی صلی الله علیه و سلم یادش میره، در حالی که صحابی کرام شما هم صحیح بخاری رو بخواین، صحیح مسلم رو بخواین، این کتابا رو آنقدر این صحابه ادب داشتن که یگان مرتبه‌ای که برای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کس نامش گرفته، یک اعرابی بادیه نشینه که از اطراف آمده، اما ادبی که صحابی شاگردای مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، امی ادب او تابال نفهمیدن، نوامده بیچاره. از این خاطر بهش میگه که یا محمد صلی الله علیه و سلم. اما بقیه صحابه کرام کبار صحابه رو شما بخواین، همیشه در گپاشون چی بود؟ میگفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چقدر ادب. پس یکی از اساسات عقیده اسلامی چی است؟ ادب از باکی با مقدسات.